به به، ببین کی اینجاست. امروز اومدم با یک خبر خیلی خوب. سلام، من موجی ام جی هستم و امروز قراره درباره تولدم با خودتون صحبت کنم. یعنی سورپرایزی که شد، چی شد. و تو این ویدیو بابام، آبجیمه، تمام اعضای خانواده‌مو قراره به شما نشون بدم و خیلی چیزای عجیبی تو این ویدیوست. ببینید بچه‌ها، همون جوری که میدونید توی ویدیوی من کیم، من 4 شهریور 91 به دنیا آمدم و چند رو پیش 4 شهریور بود و من جدیدن سر کار دارم میرم و تو این چند روزی که سر کار میرفتم دیگه تولدم اتفاق افتاد و یه چیزی شد. بابام زنگ زد گفت من با صاحبکارت صحبت کردم، نمیری مغازه و کارت دارم. گفتم یا خدا این چی کارمو میخواد بکنه حالا. و دیدیم اومد دنبالمون، رفتیم کیک خریدیم، رفتیم فلان خریدیم، بیسار خریدیم، کیک خریدیم، تمام رفتیم خونه مادر بزرگمون و یک جشن تولد سورپرایزی مثلا گرفتیم. بریم یه تیکه از اون، حالا یه عکس، یه فیلمی از اون تولد رو ببینیم و برگردیم. بریم بیاین. چی میگی؟ ببینید بچه ها، ویدیو رو یا عکس مال تولد دیدین. خیلی اصلا ریده بودم به خودم، خدایا تو این سن کی اصلا فکر تولده، تو این اوضاع اقتصادی کی فکر تولده. و خواهش میکنم منت رو سر ما میذارید، دورتون بگردم یه بوس اینجوری، لایک، ساب، کامنت، زنگوله دیگه خودتون میدونید دیگه. حمایت کنید، حمایت. هیچی ازت کم نمیشه به خدا، فقط قدم رو تخم چشم ما میذاری. آره، من ریده بودم به خودم، خدایا این تولد چیه. بعد هیچی دیگه، تموم شد، رفتیم خونمون و نشستیم مثلا به ویدیو ادیت کردن که ریدیم برقا رفت. بعد یهو دیدیم مامانمون هم از سر کار اومد با یه کیک تولد اینجوری و هر دوتاش کیک خیلی خوشمزه بود، جاتون خالی. دیگه هیچی دیگه، تولد گرفتن و ببینید، میخواستم یه چیزی بگم که قدر پدر مادران تو اونو بدونید. با اون همه فش و حرفی که میزنن صلاحتون رو میخوان، شاید هم صلاحتون رو نخوان، شاید آگاهی نداشتن. خب قدرشون رو بدونید. هرچی بگیم میگه چشم. من به قول یکی میگه از این گوش بشنو، از این گوش در کن. حرف بدی که زد، نه حرفای نصیحتانه، از این گوش بشنو از این گوش در کن. حرفای خوبی که میزنه، نصیحتانه که میزنه، گوش بده. حرفایی که آگاهی نداره و اینا بذار پای مثلا 10-60 10-70 نمیدونه. آره، و امیدوارم همیشه خوشبخت، خوشحال، پرپول، اصلا زندگیتون رو روال باشه و خیلی منت سر من میذارید، قدم رو تخم چشم ما میذارید، لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید. آره دیگه خودتون میدونید دیگه. خواستم فقط یه گوشه کناری از تولد و شادیمو با شما سهیم باشم. یه چیزی یادم رفت. بعد مثلا امروز که داریم رکورد میکنیم 6 شهریوره، 2 روز از تولدم میگذره دیگه. صاحبکارم مثلا میدونست تولدمه ولی رو ننداخت. بعد دیگه چی بهش میگن، مثلا گفت همچین چیزی رو بردار، همچین چیزی رو بردار. گفتم چقدر میشه اون کادو تولد من؟ من گفتم ممنون، خداحافظ. آره بچه دقت کنید. خب آخر ویدیو هم بهتون میگم قدم رو چشممون میذارید، ساب کنید، عضو خانوادهمون بشید،
دورتون بگردم. من آخه لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید، شما که چیزی ازتون کم نمیشه، یه شادی به دل من اضافه میشه. همین. میریم تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.